الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 23 از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله الحکم بما انزل الله است و ان شاء الله تعالی در این حلقه بیان میکنیم طائفه های را که در حکم بغیر ما انزل الله واقع شدند. ما در حلقه گذشته 4 طائفه ها را ذکر کردیم که آنها کسانی هستند که بسیارتر به حکم بغیر ما انزل الله واقع می شوند. اولینش امیرها و حکمها، دومش رئیسها، سومینش شیخها و پیشوایان قبیله، چهارمینش علما و احبار، پنجمینش کسانی که مقلد هستند، مقلدین. سبحان الله، کسانی که تقلید جاهلانه و کرکرانه میکنند و تعصب میکنند به پیروی کسی و گمراه میشوند در تقلید. سبحان الله، چونان به یک انسان تعصب میکنند که همون انسان را عبادت میکنند، به یک انسان اعتقاد میکنند و تمام سخنهای او را میگیرند که موافق یا که مخالف قرآن باشد، موافق یا مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باشد. برای اینها فرقی ندارد. تعصب برای همین انسان میکنند، سخنهایش را جمع میکنند، کتاب میکنند. ما راضی هستیم که سخن یک عالم از اهل سنت در جماعت جمع کرده شود، کتاب کرده شود، پیروی کرده شود. اما اینجا صحبت درباره یک عالم گمراه می رود یا یک عالم خطا کرده می رود که پیروانش به او تعصب می کنند. هر یک عالم خطاگی دارد، زیرا که غیر از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیگه همه خطاگی دارند، خطاگی اجتهادی و غیره. اما تعصب کردن به یک انسان و سخنی گفته او را همیشه حق گفتن و همون سخنی عالم را مقابل قرآن و سنت برابر کردن، وقتی که حدیث رسول الله می آید، وقتی که قرآن آیاتش به تو رسانیده می شود، این آیت و احادیث را ترک کرده به سخن امام و مذهب گشتن، انمین سبحان الله تقلید است که الله رسولش حرام کرده است و انمین واقع شدن به حکم بغیر ما انزل، یعنی تابع شدن به حکم بغیر ما انزل الله و اطاعت کردن است. از همین باب است که بعضی از سخنهای مقلدین و متشددین گفته می شود که می گوید ای نص یخالف قول امامنا ابی حنیفه فهو اما منسوخ او محمول على وجه آخر. یعنی به همین معنی هر یک سخنی که مخالف قول ما ابو حنیفه باشد، مخالف قول ابو حنیفه باشد، این سخن منسوخ است یا که دیگر معنی دارد. از همین جهت ما بسیار کسانی را میبینیم که خود را به ابو حنیفه یا که امام شافعی نسبت میدهند، زیرا که بسیار کسانی که خود را به ابو حنیفه و شافعی نسبت میدهند در مذهب ابو حنیفه و شافعی میگند، اونها حقیقتا در مذهب ابو حنیفه و شافعی نیستند، عقیدتا نیستند، بلکه فقط فقها هستند، صوفی ماتریدی اشعری ها. این گمراهان در مذهب ابو حنیفه بدعت ها را وارد کردند و تقلید شدید کردند و مذهبی را به خودشان ساختند. وقتی که به اونها حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را میگویی، میگوید که ابو حنیفه مخالفین حدیث است، ابو حنیفه قصد تو چیزی را نمیدانی و غیره و غیره.
سخن رسول الله رو انکار میکرد، در حالی که سخن رسول الله صحیح است، وجود دارد. پس همچنین انسان ها را هم علما ذکر میکنند که به مشکلی حکم بغیر ما انزل الله یا که تابع شدن به واسطه تقلید، تابع شدن اطاعتی علما و امرا کردند. شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید یک بابی گذاشتند، نام باب اتخاذ العلماء والامراء اربابا من دون الله. گرفتن علما و امرا ارباب بجز الله، یعنی علما را و امیرها را بغیر الله به خود رب گرفتن. چگونه باید فهمیم؟ معنای باب همین است که هستند انسان هایی که به خودشون رب میگیرند، عالم را رب خود میگیرند. هر چیزی که عالم حرام کرد اگر مخالف قرآن و سنت باشد هم حرام میگند، هر چیزی که عالم حلال کرد مخالف قرآن و سنت باشد هم حلال میگند. یا که امیرها را به خودشون رب میگیرند، هر چیزی که امیر امر کرد مخالف امر الله رسول باشد هم اطاعتش را فرض و واجب میدانند. یا این چنین هر چیزی که الله و رسولش نهی کرده باشد و امیر اون را اجازه بداند این را هم اطاعت میکنند. انامین را شریعت حرام کرده است. لا طاعت لمخلوق فی المعصیة الخالق انما طاعت فی المعروف. هیچ اطاعت نیست به یگان مخلوق در معصیت الله سبحانه و تعالی. پس پیرو شدن از علما و تعصب کردن در حق اونها تا همون درجه ای که وقتی که سخن رسول الله با سخن عالم ضدیت میکنند، سخن رسول الله را ترک کردن و سخن عالم را گرفتن، والعیاذ بالله این از جاهلیت است. این نمود تقلید هم تقلید جاهلیت است و حرام است. امروز حالت ما همین است. ما به صوفی ها، به اشعری ها، به ماتریدی ها، به حزبی ها، به مدخلی ها، به مرجئه ها، به خوارجی ها، به این همه فرقه های باطل سخن الله و رسول را میرسانیم، قرآن و سنت را میرسانیم، سخن سلفی اون امت را میرسانیم. اونها این سخنها را انکار میکنند و به گفته های امامشون میروند که علمای سلف انکارشون کردند. البته ما هم از پیش خود سخن نمیکنیم. اونها هیچ از سلف به خود هم فکر ندارند. به خصوص این علمای درباری، این علمای گمراه گشته، این علمای سبحان الله ماتریدی و اشعری و صوفی که در تاجیکستان هستند، وقتی که به اونها حدیث رسول الله گفته می شود یک باره میگند فلان ایشانی هست، فلان مولوی بود، اون این است و اون است و در آخر بالاخره حدیث رسول الله را انکار میکنند. پس انمین است اطاعت شرکی به علما. ما کدام وقت به علما پیرو بشیم؟ زمانی که به قرآن و سنت سخن کرد و در غیر این زمان نه. البته ما عالم را به خاطر اجتهادش در مسائلی که اجتهاد جایز است، در همون مسائل اجتهاد کرده است و خطا کرده است، میگیم که خطا کرده است، لیکن به خاطر اجتهادش ثواب گرفته است. هیچ کسی یگان نفر از عالم را به خاطر اجتهادش در مسائل اجتهادی طعنه یا که حکم به بدعت و غیره نمانده است، بجز جهلا و احمقانی که از این مسئله بیخبرند و حکمت ندارند. زیرا هر یک عالم در مسائل اجتهادی خطاگی دارد، چرا که انسان است. زیرا این مسئله اجتهاد است. اما در مسئله اصول، در مسئله عقیده، هر عالمی که خطا کرد البته خطاگیش بیان کرده و حکم اون معلوم میگردد. بارک الله فیکم. و ابن القیم الجوزی در کتاب اعلام الموقعین یک سخنی نفیسی دارند در باب ذم التقلید، بدی تقلید و بیان اون و از تقلید این چنین تقلیدها منع میکنند. و ششمین طایفه که در شرک حکم واقع شدند، از تمام درهایش واقع شدند، این
صوفی ها هست. صوفی ها سبحان الله، اولا در نزد صوفی ها این است که بگم در نزد صوفی ها توحید الحکم وجود ندارد. به شرک حکم واقع شدند و شرک قانون براری واقع شدند، چرا که صوفی ها حلال کردند و بعضی از محرمات الله سبحانه و تعالی کرده را حلال دانستند. شریعت را بعضی از واجبات و تکالیف و فرضها را ساقط شده دانستند. شریعت را تبدیل دادند، حکم به هوای و هوسشون کردند. والعیاذ بالله. و این چنین دوما در نزد صوفی ها شرک در حدی وجود دارد. صوفی ها یک شریعت جدید ساختند، شریعت باطلی که در دین الله سبحانه و تعالی این چنین چیزها وجود ندارد. صوفی ها طریقت ساختند، طریقت های بدعتی که در این طریقتشون اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده نمیشد، اقتدا به هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده نمیشد، بلکه اقتدا به هدی همون صاحب الطریقت کرده میشد. و بسیاری صوفی ها اعتقاد دارند که طریقتی شیخشون و طریقتشون و طریقت فلان و فلان از صوفی ها افضل از طریقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. یعنی هدی و منهج صوفیشون رو، طریقت صوفیشون رو از هدی و منهج و طریقت رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل میدونند. والعیاذ بالله، این شرک است، این شکننده اسلام است. این پنجمی شکننده یا که بگیم چهارمی شکننده اسلام همین است. سومین داخل شوی صوفی ها در شرک حکم این شرک تحاکم است، مراجعت کردن به بگویم محکمه های سودی صوفیگی. صوفی ها هر یک مشکلی شد به نزد صوفی هاشون میرن، به پیشواشون میرن، پیشوا چیزی که گفت قبول میکنند و بسیارتر این پیشواها به حکم غیر الله حکم میکنند. پس بدونید که همین صوفی ها خطرناکترین فرقه بر امت اسلامی است. همین صوفی است که شرک انجام میدهد، همین صوفی است که قبوری هست و قبر پرست است، همین صوفی است که شرک حکم را جایز میداند. والعیاذ بالله. و صوفی بزرگترین فرقه مشرکه قبوری کافر است. کافر است. در این زمان از صوفی دیده دیگر فرقه بزرگترین مشرک وجود ندارد. صوفی ها میگد که دعای مردا جایز است، استغاثه کردن با اصحاب قبور جایز است و غیره. بارک الله فیکم. و بعد از صوفی ها رافضه ها، شیعه ها، الله لعنتشون کند، خصوصا رافضه های غلات باطنی که بسیار حلال های الله سبحانه و تعالی را حرام کردند و قانون برآوردند، دین جدید ساختند و توحید متابعت را، پیروی از رسول الله را انکار کردند و پیروی به امام هایشان میکنند. غلات رافضه با همراهی غلات صوفی اینها را باطنی گفته می شود. باطنی ها، زیرا که اینها اعتقاد کردند که اسلام ظاهر دارد و باطن دارد و همینها شریعت را تبدیل دادند، گفتند پیرو شدن از شریعت محمد صلی الله علیه و سلم برای انسان‌های پیش رفته از این باطنی ها لازم نیست. والعیاذ بالله. و البته این همه شرک است و کفر است. الله المستعان. هشتمین فرقه ای که به حکم بغیر ما انزل الله داخل شده است این علمانی است. علمانی ها یا که علمانی ها که دین را از دولت جدا می دارند.
اینها اصلا حکم الله را از مردم جدا کردند و به یک طرف گذاشتند. اینها دعوا کردند که حکم الله فقط در عبادت است، در مسجد است. در مسجد برو، نماز خون، ذکر کن، رقص کن، چیزی میکنی بکن، اما بیرون از مسجد هیچ سخنی از شریعت الله و دین الله نکن و الله هم بیرون از مسجد هیچ دخالتی ندارد. سبحان الله، تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا. در نزد علمانی ها دین فقط همین نماز خواندن است و حج کردن است و قربانی و مسجد است. دین هیچ ارتباط به حکم ندارد. دین ارتباط به اقتصاد، به سیاست، به حکم، به خانواده، به این چیزا ندارد. اولین ظاهر شوی همین فرقه شرکی و کفری علمانی در شهرهای اسلام، در زمین اسلام، این در ترکیه با دستی طاغوت هالیک لعنت الله علیه مصطفی کمال آتاتورک بود. علما میگن که ملأ الله قبره نارا، الله قبرش پر از آتش بکند. انامین اعلان کردی که دولت ترک علمانی هست و دین و سیاست و حکم از هم دیگر جدا است. دین از سیاست و حکم جدا است و سیاست و حکم از دین جدا است. الله المستعان. انامین علمانی است و باید فراموش نکنید که امروز همین عقیده علمانی به نهایت منتشر یافته است، در سرزمین های اسلام منتشر یافته است و این نقشه همون انگلیه بود، بریتانیا بود و حالا باشد نقشه امریکا هست. امریکا، اروپا میخواهد که در سرزمین اسلام علمانی حکم میکند. علمانی چیست؟ تو مسلمان شو، هیچ کسی به تو کاری ندارد، تو نماز خون، تو روزه بگیر، تو حج رو، تو مسجد در رو ذکر کن، چیزی میکنی میکن، اما به کسی کردار نشو. اما هیچگاه نگو که به قرآن و سنت حکم میکنی، هیچگاه در مسئله سیاست صحبت نکن. این نقشه 1000 ساله های یهود بود و این نتیجهش همین شد. امروز میبینید که انسان ها چقدر خودش را فدایی به اسلام میداند، در راه اسلام جان میدهد. میبینید که علمانی هست، میبینید که تمامی حرکتش، تمامی کوششش برای تطبیق حکم غیر الله هست. مشرک است و مرتد است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان علمانی است، حزب علمانی است. انامینا گرچنده که زبانان بازی میکند لیکن عملش رو میبینیم که 100% دین رو در سیاست نمیدارد. دین رو یک نظام و ترتیب نمیشمارد. دین رو فقط عبادت و رابطه با الله میداند. برای همین سیاست این حزب مخالف قرآن و سنت است. سیاست این حزب سیاست یهود است، دموکراتی است. همین است علمانی. اخوانی های هم علمانی است. حزب اردوغان علمانی است. اردوغانی که پادشاه ترکیه است، حزبش حزب گویا اسلامی است، علمانی، مرتدی، شرکی است. حزبی که مالزیا در اونجا از حزب اسلامی است که حکومت در زیر دستش است، علمانی است. حکومت مالزیا حکومتی است که در دستی حزبی های اسلامی است، کسانی که اسلامی هستند و حزبشون غلبه کرده است اما هیچ حکم الله رو نمیبینید. چرا که اینها علمانی هستند. اینها اسلام رو فقط در نماز و روزه و حج و در مسجد میبینند، در غیر مسجد، در سیاست، در حکم، در حدود الله سبحانه و تعالی، در نظام، در غیر حکم الله وجود ندارد و اینها اصلا این چیز رو قبول ندارند. از همین جهت اینها فساد بزرگی را به امت اسلام وارد کردند. اینها سبب ذلت و خواری مسلمین شدند و امروز پیش اسلام را، پیش مسلمین را میگیرند. اینها مزدوران یهود هستند، اینها لشکران یهود، اینها شاگردان یهود، اینها نتیجه 1000 ساله نقشه یهود هستند.
سبحان الله. پس علمانی ها کسانی که دین را از دولت جدا میکنند، حکم و سیاست را از دولت جدا میکنند، انمین ها به شرک حکم واقع شدند. این چنین انسان هایی که عقیده دارند مشرک و مرتد هستند. سبحان الله. پس نهمین طائفه که به حزبی بگویم به شرکی حکم واقع شده اند و به شرک واقع شده اند، این دموکراتی است. کسانی که دموکراتی هستند، زیرا که اینها میگن که قانون برآوردن و حکم از غیر الله جایز است. دموکراتی چیست؟ دموکراتیا یعنی به زبان عربی یا که بگیم به زبان تاجیکی، مردم را حکم میکند. یعنی حکم را و قانون براری را به دستی که دادند عامه مردم دادند. مردم، زیادی مردم از 50% زیاد، 60% و 70%، چیزی که خواست همون می شود. حکم در دست الله است یا غیر الله؟ در دست غیر الله. قانون برآوردن در دست الله است یا در دست غیر الله؟ در دست غیر الله. در این حزب همین است. برای این حزب شرکی، کفری، دموکراتی. یا که مجلسی، میگیم مجلسی که برای مردم اختیار کرده شده است، بمانند مجلس پارلمان، مجلس ملی، مجلس نمایندگان و غیره، که این مجلس های قانون براری است. و اینا دعوا میکنند که مردم حکم میکند مردم را، مردم خودش را حکم میکند. چیزی که مردم خواست همون میشود. به شریعت الله حکم نمیکنند. اله این حزب مردم است. سبحان الله. هر چیزی که مردم حلال کرد حلال است و هر چیزی که مردم حرام کرد حرام است. اگر مثلا خمر، شراب رو مردم حرام گاند حرام میشد، حلال گاند حرام میشد. نه به امر الله، نه به شریعت الله، به خواست مردم. همین دموکراتی که امروز تمامی سرزمین مسلمان ها را سبحان الله به زیر تصرف در آورده است و در تمام سرزمین مسلمان نشین منتشر شده است. خبیثترین حزب است، خبیثترین نظام است، بلکه خبیثتر از علمانی است. زیرا که علما میگن علمانی بیرقش واضح است، اما دموکراتی دعوت حریه و آزادی میکند، دعوت به سوی پیشرفت و مصالح میکند. سبحان الله. بعضی از منتسبان به دعوتگران، یعنی کسانی که خود را به دعوت منتسب میکنند و نسبت میتیند، بعضی از اصلاح کننده ها گویا که در حقیقت اینها خودشون طاغوت هستند و طاغوت پرست هستند، به همین شرک دموکراتی داخل شده و طرفدار دموکراتی هستند. پس این طائفه هم طائفه یا که بگیم این نمودی حزب هم حزبی شرکی و کفری هست. کسانی که اراده همچنین نظام میکنند، برای تطبیقش حرکت میکنند، میگن که اول دموکراتی بعد آیسته آیسته اسلام و غیر سخنها، این همه اش شرک است و همچنین انسانها مرتد و مشرکند. هیچ فرقی ندارد بین قبر پرستی، بین سجده کردن به الله و بین حکم کردن به غیر حکم الله. اراده کردنی سجده یک قبر، اراده کردنی حکم غیر الله، هر دوش یک نمود شرک است. و امروز میبینید که بعضی از خوبثه مشرکین خودش را گویا یک طالب علم اهل سنت و الجماعت میگوید، لیکن دعواگری همین علمانی و لیبرالی و دموکراتی هست. به مانند طالب علمانی که
امروز طرفداری حزب نهضت و طرفداری همین منهج دموکراتی نهضت هستند. اینها توبه کنند، باید توبه کنند و از این راه شرکی دست کشند و به سوی الله سبحانه و تعالی بیایند، وگرنه الله باز اینها را خوار و ذلیل خواهد کرد. و بعد از این دهمین قسمی که به شرک حکم داخل میشد این لیبرالیه ها هستند. سیکولاریزم اصلا کلمه انگلیسی هست، همین لیبرالی هم به ما میگند. سیکولاریزم معناش لادینیه به عربی، یعنی بدینی، اصلا دین رو قبول ندارد. اینها دعوا دارند و میخواهند آزادی مطلق برای تمام بنده ها، که برای اونها دین حکم نکند، شریعت حکم نکند. انسان چیزی که خواهد بکند، خواهد به الله کفر ورزد، خواهد به امرهای الله کفر ورزد، خواهد به احکام الله کفر ورزد. سبحان الله. اینها دعوای حریت مطلق میکنند که این البته شرک است و این معروف است. بارک الله فیکم. با همین برادران عزیز، بسیار انسان ها یا طائفه هایی که به شرک حکم واقع شده است به شما بیان گشت. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده باز به شما یک چند باقی مانده از قسم هایی که به شرک حکم واقع شدند به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.